إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نام حضار محترم، از نام عزیزا و بزرگایی که در این محفل خیر شرکت دارن، ایشان قاری علی جان، پدرشون بابای حاجی عبدالرحمن، خدای محترم حضرت را به خاطر تجلیل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل عقیقه تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن رو داریم که این طفلکی را که امروز سبب خوشنودی تمام خاندان است، سبب خوشنودی مهمانان است، علم و معرفت نصیب گردانه که سبب خوشنودی تمام مسلمانای این دیار بلکه تمام مسلمانای جهان گردد. انشاءالله امیدم داریم که حاصل ده قاری پدر قاری مادر قاری به یقین فرزندای خوب صالح و نامور خواهند باشد. ماشاءالله. اگه محفل عقیقه است، الحمدلله در محفل کسایی شرکت میکنند که از احکام عقیقه خوب آگاه و باخبر هستند. حاجت به تکرار نیست. اگر آگاه و باخبر نمیشند در حفظگی طفل علاقه تدارک ورزیده و این محفل خیر برگزار نمیساختند. در اطراف عقیقه صحبت ها را خیلی زیاد شده است. الحمدلله گمان میکنم که در تاجیکستان علاقه همه آگاه و باخبر هستند، احکام عقیقه را میدونند. از این لحاظ یک چیزی خیلی مهمتر از این تعلیم و تربیه فرزند، از خوردی فرزند با خدا و پیامبر آشنا ساختن، با قرآن آشنا ساختن من میخواهم که الحال تأکید کنم که این خیلی مهمتر است. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. حضرت صلی الله علیه و سلم تأکید کرده است هر کدام شما به حیث چوپان و پاسبان هستید و هر کدام شما مسئول هستید از فرزنداتون. رعیت اصلا هم فرزنده و زن میشه. هر مرد رعیت شما فرزنداش هستند. شما به حال پدر و مادر که همین را درک میکند، سعی میکند که کودک از خوردی تعلیم و تربیه خوب بده. تاریخ بشر را یک بار بزنه، تمام بزرگان، تمام شخصایی که با حرفای طلایی نامشو در تاریخ ثبت شده است، همش به خدا قسم پدر و مادرای صالح و صالحه داشتند، با غیرت، با همت، جان سپار که برای تربیه همون فرزند هیچ چیز دریغ نداشتیند. سعی کردند که فرزند بی نصیبه نماند. در مسودات امام مالک جای نظرم خورد، امام مالک قصه میکنه. مالک ابن انس رحمه الله یکی از بزرگا و امام های اهل سنت و الجماعه که در مدینه منوره یک مرد میزیست با نام فروخ، عجمی بود. از همین نامش معلوم است که فرزند این سرزمین های ما هست. کنیش ابو عبدالرحمن بود است. خودش سری تا قش زندگی میکرد است. همروی پدرش بیدین پدر وفات میکنه، یک دکانی را میراث میمونه به فرزندش در مدینه منوره. نه خیش تبار و نه یک پیوند هیچ که نداشته است. عجمی. پدر آخرون وصیتی که کرده است براش همین بود که فرزند یک زن خوب صالحه انتخاب کنید. میگه وقتی که مال و مبلغش کرایه میکنه، کفایه میکنه، پولدار شد، تاجر بدوخی، الحمدلله به شرافت روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خاصتا در اون عصر زمان ولی تابعین خیلی زیاد بدن، بعضی صحابه ها بدن، علمای بزرگ دینی، 7 فقهای کلو در مدینه منوره بود. هرگز مدینه منوره کم آدم نیست آخی، همیشه پر از مهمان بود، زایرا زیاد بدن، تجارت خوب بود. همه آدم 30,000 درهم عبارات داشته است. میگه یک زن خوب صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه، چند مدت همراهش زندگی میکنه. یک روز مسجد نبوی نمازخانه میروه که همون شب و روزها قیصر روم
ما اگه قیصر رو میگیم اصلا امپراتوری بیزانسای امپراتوری ویزانتیا هجوم میکنه با ملک مسلمان و شهر رقه را تصرف میکنه. در تمام گوشه و کنار با فرمان خلیفه مسلمان ها دعوت به عمل میآید که بیایی از خاک مرز بوم و دینتون دفاع کنید. همون خطیب اطراف حکم دفاع از دین دفاع از وطن همین خیلی جدی گپ میزنه که در فکر میغلطم میگه ای بچه حالی اگر امکانیت شرایط دارم نرم اگر محافظت نکنم پگه صاحب فرزند شم زندگی در گردن بار شوه از کجا من این کم پیدا میکنم. اما زنه که با کی میمونم اگر برم یگان کس نیست در خانه دانم با همین فکر اندیشه خانه میآید. اون زن زیرکی با عقل زن زیرکی با عقل همین شوهر دید میفهمه که در چی خیال است و چرا مشوش است و بپرسش که چی فکر خیالا داری یا ابو عبدالرحمن میگه همین خیالشید زنک نمیدونم باید بریم خدمت کنیم اما اگر برم تو با کی میمونم گفت من الله دارم من الله دارم. زن بعد پارسا شویش سفر کرد نه مالی و نه برگی داشت در خورد یکی گفتش با تنهایی و خاری نه نان نیزر چه میگذاری. یک زنک میگن تری شوش سفر میکنم میرود دور و دراز نمیآید بعد میپرسنش که خود توقع و تنها خار و زار یا تکنون نداری یا پول نداری تو چه خیلی زندگی میکنی. زنش گفتا که تنها نیستم من که اندر قربت مولاستم من تنها نیستم من الله دارم مرا به شوی روزی به شود راست که روزی خاره شد روزی ده اینجاست. و چرا گو من غم بخورم او شوهر من یا روزی خوره بود رزق و روزی را که خداوند براش میداد همون را استفاده میبرد روزی خوره رفت روزی ده همی جای کو پروردگار همی جای کو. تو ای مرد از زن کم می نمایی چنین ای وای تو ترسو چرایی تو چه خیلی مرده که میگه که غیرت یک زن نداری. گو من الله دارم تو چی میترسی آدم که وظیفت های مسئولیت های برای خدمت کن. این مرد خدا را وقتی که غیرت ای زن دید دعوت کردم و خیش تباروی زن شد گو من کسی ندارم در اینجا همین زن با شما و شما را به خدا سپاریدم بعد هم مبلغ ممکن همی 30,000 درهم دارم بوده شدی زندگیم همی اکس شهر دگرگون شده است علاقه این عصری تابعین بود مسجد نبوی را از سرینه و بسازی کرده بودن خیلی وسیع شده بود در زمان امیر معاویه خیلی کلون شده بود دیگر. از جانب دیگر خانه ها مردم هم خانه ها را کوشش کردن که به ما عصر زمان موافق تر بسازن. این در یک کلبه که همین خاصگیری بود است در پهلوی مسجد نبوی بو همین تو آمدن این را شما مردی کار بگیری پول ایشالو کفایه میکنه همین یک خانه ای سنگ از چوب بسازی مقصد ما هم قدم زمانه باشیم. خیس رفت در همین جنگ اول اسیر می‌گردد. این افسانه نیست این را امام مالک روایت کرده است. میگه در جنگ اول اسیر می‌گردد میبرن به غلامی بفروشنش مدت‌های طولانی در همون روم میگرده همچه غلام از بس که تاجری بسیار چیره‌دست بوده است کتابت میکنه همراه همون سعیدشو جان خچه میخره. غلاما هم میگه یک کار دارن اگر یک هنر داشته باشه میآید گپ زنان میکنه دگاور زکلوچت میکنن که این همی مبلغت میتم هر سال این همی مبلغ اگر به شرط در مهلت داد آزاد میشود میگه اگر نداد بو ایسر اینا غلامش میکنن از بس که این به فایده و منفعت همون غلامدارها که هست راضی میشون عادتا. میگه 18 سال محنت کرد که چه خرید جانش خرید تا به مدینه را رسیدن با بین 2 سال دیگه گذشت در بین 20 سال سپری شده است. این در همین فکر و اندیشه که ولی همون خونه را میفته باشه به شهر تماما دیگه شده است میآید که همون کلبه خسی با یه باره ولنگارتر شده است همونجا خواهی ایستاده گفت با این زن ما یا مرده است یا شوی دیگر کرده رفته از همین خرابی خونه معلوم است که دیگر گناهش نکرده همه میخواست در خونه را بکوبه که صدای اذان شنید نماز پیشین بده است گفت اول دعوت پروردگار را اجابت کنم یک مهمان به نماز بیاید همه ما نماز دیگه میمونه که اون مهمان یک مهمان عطای خدا این مرد خدا 20 سال در خونش نبود آواز اذان شنید گفت اول دعوت الله لبیک بگو
اومد در مسجد که باید از اون قامت یک مقدار وقتی هست و یک جوان ریش سیاه بالای منبر موعظه کرده است. نگاه کرد در پای منبر 7 فقیه بزرگ مدینه منوره، قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق، سلیمان ابن یسار، سبحان الله، او شخصیت های بزرگن، محمد ابن واسع، حضرت و دیگراش بگیم. مقصد 7 نفر همون بزرگا ششتیان گوش کردیستیان، صحبت ها گوش کردیستیان. این همین با وجد اومد در صحبت همین جوان که گفت خداوند پدر و مادر تا رحمت کنه، عجب پدر و مادر خوشبختی داری، خداوند هم خیلی از فرزندت بتا به خدا قسم دیگه یگان ارزو و ارمان در دلت نمیمونه، اگر که مردیرم به ارمان میره و برای که وارثی خوب داری. میگه قومت ها گفتن خیستن نماز خوندن، اومد به هم دهانی دارید کل برا در همه کف که همون جوان های کفا اومد، همراهش 2 شاگرد داشت، در بین شاگرداش همین مالک ابن انس هم هست. گفت سلامش داد که اما چه خدمت کنیم؟ گفت بچه هم هیچ خدمت نکن، خونم اومدم. گفت اما که خونه ما هست. گفت خریدینش؟ نه. گفت من هی وقتی خدمت دارم خونه ما بود. در همین وقتی گفت و گذار ناخوش میگه یا عورت های در میبروید، نگاه میکنه میگه ربیعه خدا جان تماس کنه، ای پدر تای یا ما ابو عبدالرحمن های. گفت میرم یا 3 خدمت بکنم یا اینا خداوند او رسم شکر. دیگه پدر پسر هم دیگه را آغوش کردن، آوی دیده کردن، آمدن شیشتن. میگه خیلی از هر گوشه صحبت شده. بعدا میگه ابو عبدالرحمن طرف زنش گفت که زنک یا دوری وقتی من از سفر کردم 30,000 درهم مونده بودم در پیش خویش بودی تو که همی خونه را ایسر اینا کنه. اومدم بولی را من کلبه خرابه ایستاده است، همون مبلغ اگر یکون مقدارش مونده باشه بگی بیار بچه هم جوان مرد چیده است بگیریم که به شکل زمانوی خونه را ایسر اینا بسازیم. میگه زن گفت که ابو عبدالرحمن گفت 30,000 درهم مونده برای تشتگی پول تا نخوردم نپوشیدم خانه رو در نکردم. تو وقتی رفتی من 1 ماه حامله بدم، خبر نداشتی حتی، یا او وقت اگه جا اوزی بده اگه جایی گپ خبر آورد. میگم فرزند وقتی تولد شد ای خوردی لقمه حرام گم که اصول است، لقمه شبحانو که به دهنم بردگی نیستم، هرگز به طهارت پیستون در دهن یعنی موندگی نیستم. اول شخصی که نام الله در زبان یعنی کودک انداخت منم، با پیغمبر ما آشناش کردم، معلمه اول قرآن شما هستم، خود میره تعلیم داده ایم. همون فقیه های بزرگی که همونجا نشسته بودن، سعید ابن مسیب بخواستم بگم و یادم برد، این شخصی بزرگ که عالم ترین تابعین حساب میخوره. یعنی نزد هر کدام هم یا کودک میده را نمیگرفتن. اول در 4 سالگی بردمش میگه نزد یک حافظ گذاشتمش که قرآن حفظ کرد، در 2 سال قرآن برداشت. میگه در سن 6 سالگی نزد همون سعید ابن مسیب بردمش. سعید ابن مسیب وقتی نداره که یک کودک 6 ساله را تعلیم بده، سر پاش کردم او عزتش کردم، هر چیزی گفتن دریغ نداشتم که این بچه ها تعلیم بده. الان این 7 فقیه مدینه همه استادوشن. این جوان ربیعت الرأی میگن، در تاریخ اومده است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه وقتی که زیارت میرفت خونه خدا را، بعدا می اومد روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم زیارت میکرده، در مجلس در حلقه های درسی یعنی ربیعت الرأی اشتراک میکرده است. حق استادی در ذمه حضرت امام اعظم ابو حنیفه را داره این شخص. ببینید هم پدر و هم مادر بسیار کم، بسیار نادرند. از همین خاطر توقع انسان ها، توقع مسلمان های دیار از غیر خانواده ها بیشتر و زیادتر است. دعا میکنیم که پروردگار این طفلک دخترک خوب صالحه و محبه خدا و پیغمبر و حافظه قرآن خادمه دین شریعت به کمال برساند. پروردگار به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر، در این دیار، در خاندان برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارن نازل بسازن. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. دعواهای زیاد داریم، دعوا داریم که ما الحمدلله مسلمان هستیم، دعوا داریم که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم،
و دعوا دارن که ما پیرو مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم. خدایا به همه دعواها مستقیم بدن برای ما نصیب روزی گردان. آمین یا رب. شما